10 سال پیش در اولهای ماه ایون و در پس درهای بسته 14 عضو بلندپایه حزب حال و فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی را در تاجیکستان به سالهای دراز زندان محکوم کردند، از جمله با اتهام تروریسم و تلاش برای غصب قدرت. 8 نفری آنها از جمله وکیل سابق مردمی سید عمر حسینی، محمد علی حید، رحمت الله رجب و حکمت الله سیف الله زاده هنوز در زندان هستند. خبرنگاران رادیو آزادی این موضوع را پیگیری کردند و قبل از برنامه در این باره صحبت داشتم با همکارم طاهری سفر و از اون نخست درباره نظر رهبران حزب پرسیدم. واقعا مهمه گذشته حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با نشر یک بیانیه اعلام کرد که کلمه حزب را از نام آن گروه سیاسی برداشت و اکنون نامش نهضت اسلامی تاجیکستان است. به قول رهبران حزب سبب تغییر نام مطابق شوی با شرایط مهاجرت، تغییرات گلوبالی و منطقوی نسبت به حزب و حرکت‌های سیاسی دینی، ایجاد توازن بین دین و سیاست و کاهش تنش‌ها بین ارزش‌های ملی و مذهبی در جامعه است. اما اگر به گذشته برگردیم، مومن حزب را بعد از آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 که 40 کشته بر جای گذاشت ممنوع اعلام کردند. دادستان کل حزب نهضت را طرحریزی آشوب نامید و دادگاه عالی آن را سازمان تروریستی نامید و فعالیتش را ممنوع کرد و 14 عضو ریاست حزب نیز در همان ماه سپتامبر دستگیر شدند. محیدین کبیری رئیس حزب میگوید همه این اتهامات بی اساس است و سبب اصلی منع فعالیت حزب راه ندادن به دیگراندیشی در تاجیکستان بود. در تاجیکستان اگر رشد افکار و جامعه و گوناگون اندیشی و باسوادی بالا رفتن بگیرد، اونها با این فرهنگ و با این روش حکومتداری طولانی نمیتوانند حکومتداری کنند و باید که حکومت عوض شود. برای آنکه در جامعه در صحنه رقیب نباشد، نه در صحنه سیاسی، نه اقتصادی، نه فرهنگی، حتی اینها دست به چنین عملها زدند که قربانی اساسی و قربانی خیلی هم حالا وزندار این همه روند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا زمان ممنوع اعلام شدنش به گفته رهبرانش 40,000 عضو داشت و پس از حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان بزرگترین حزب سیاسی کشور بود. سوالی دیگر از همکارم این بود که چرا حکومت تاجیکستان و رهبران حزب خلقی دموکراتی که صدها هزار عضو دارد از حزب نهضت بیم داشتند و می‌خواستند که دیگر نباشد؟ بسیاری از شارحان سیاسی هم در زمان بسته شدن حزب میگفتند که حکومت تاجیکستان از ترس افزایش نفوذ حزب ممنوع نهضت اسلامی و هم رأی زیاد گرفتن آن در انتخابات ترسیدند. استیو سوردلوف، یکی از حامیان شناخته حقوق که آن زمان به تاجیکستان هم رفت و آمد میکرد، در این باره به رادیو آزادی گفت: Эта оппозиционная партия ПИФ всего лишь имела 2 кресла, 2 حزب مخالف نهضت اسلامی در پارلمان فقط 2 کرسی داشت و عملا این هیچ چیزی نیست. آنها هیچ تهدیدی نداشتند، ولی در سر رهبران و در سر رهبر اساسی ترس پیدا شد که باید حکومت را در دست نگه دارد و میدان سیاسی را از تمام رقیبان پاک کند. чистит политическое поле от любых политических оппонентов. عین نظر شورای سیاسی آسیای مرکزی بروس پنیر در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت و گفت که حکومت تاجیکستان برای تمام اتهاماتی که به ضد رهبران حزب نهضت اعلان کرد و آن را افراطی نامید دلیلی ثابت نیاورد که مردم باور کنند. به عقیده بروس پنیر هم از صحنه سیاسی بیرون کردن حزب ممنوع نهضت اسلامی راه ندادن به دیگراندیشی و به میان آمدن یک رقیب قوی حزب حاکم در صحنه سیاسی تاجیکستان بود. آنها حزب را به تمام بستند، ممنوع و افراطی اعلان کردند و گفتند که کسی نباید عضو آن باشد. پس از 10 سال این برای تاجیکستان چی معنی دارد؟ این دومین حزب بزرگ تاجیکستان بود و دومین حزب بزرگ سیاسی در کشور از بین رفت. واقعا آن صدایی که میتوانست در بعضی مسائل حکومت را به چالش بکشد از بین رفت. The only one that really had a voice that could challenge the government on some of the things that they do is gone. ولی حالا با تغییر نام به گفته نمایندگان اکنون نهضت اسلامی تاجیکستان، آنها از صحنه سیاست خارج نمی شوند، بلکه فعالیت خود را به واقعیت‌های نو مطابق کرده از قالب تنگ یک حزب و یک شیوه حرکت ملی، فکری، اجتماعی و سیاسی می‌گذرند. تشکر از همکارم طاهری سفر که درباره تحولات اخیر در صف‌های مخالفین حکومت تاجیکستان و به ویژه حزب ممنوع نهضت اسلامی تفصیلات